اگه فکر میکنی فقط اروپا کاخهای شاهانه داره، پس عالیقاپو رو هنوز ندیدی. اینجا قلب تپنده اصفهان دوران صفویه است. سلام به همه شما دنبال کنندگان عزیزمون که ما رو همراهی میکنین. امروز اومدیم جایی که شاهان صفوی روی بالکنش می ایستادن و میدون نقش جهان رو تماشا میکردن. من سپهرم و به همراه مهدی میخوایم این جای شگفت انگیز رو با هم بررسی کنیم. پس بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو همراه ما باشید. برای اومدن به کاخ عالیقاپو و دیدن اون شما از دو طرف میتونین وارد میدان نقش جهان بشین. از طرف ضلع غربی میدان باید ابتدا وارد خیابان استانداری بشین و بعد خیابان سپه. از طرف ضلع شرقی میدان ابتدا باید از خیابان نشاط و یا از خیابان هاتف به چهارراه شکرشکن برسید و وارد خیابان حافظ بشید. کاخ عالیقاپو در ضلع غربی میدون نقش جهانه که روبروی اون مسجد شیخ لطف‌الله است. سمت راست اون مسجد شاه و سمت چپ عالیقاپو بازار قیصریه قرار داره. اول از همه چرا اسمش عالیقاپوه و چه معنی میده؟ بهتر این سوالو از مهدی بپرسیم. سلام، ممنون از سپر جان. ببین، اسم عالیقاپو ریشه ترکی فارسی داره. عالی یعنی بزرگ یا با عظمت یا بلند مرتبه. از اون طرف قاپو یا قاپی به معنی در یا درگاه در زبان ترکی آذری داره. پس عالیقاپو یعنی درگاه بزرگ یا در بلند مرتبه. پشت این نامگذاری یه پیام سیاسی و فرهنگی داشته. میشه گفت اولیش نمایش قدرت شاهنشاهی بوده. شاه عباس میخواسته وقتی کسی وارد میدون نقش جهان میشه با یک ورودی باشکوه روبرو بشه. درگاه بزرگ یعنی اینجا مرکز قدرت صفوی است. دومین دلیلش پیامی بوده که به مهمونهای خارجی میخواستن بدن. خب تو زمان صفویه همیشه سفرای عثمانی و اروپایی رو وقتی که وارد ایران و اصفهان میشدن به همین کاخ میآوردن. به اونها این مفهوم رو میخواستن برسونن که ایران هم مثل قدرت‌های بزرگ دنیا شکوه و عظمت داره. حالا اصلا از اون طرف کلاً صفویه یک رقابتی هم با عثمانی داشته. توی کتاب شاه عباس پادشاه سنگدلی که به افسانه بدل شد اثر دیوید بلو میگه که این اسم رو از باب عالی دولت عثمانی برداشتن. یعنی دقیقاً همون باب عالی که دولت عثمانی توی دولت خونش داشته، اینجا هم شاه عباس به نوعی میخواسته بگه که ایران هم یک باب عالی مثل دولت عثمانی داشته. سومین دلیلش معنای مذهبی عرفانی داشته. ببین، تو فرهنگ ایرانی اسلامی درگاه نماد ورود به جای مقدس بوده یا یه جای مهم. عالیقاپو هم درگاه ورود به حکومتی بوده که خودش رو پشتیبان تشیع میدونست. حالا اصلا یک روایتی در بین مردم اصفهان رواج داره که شاه عباس در ورودی بارگاه امام اول شیعیان رو از نجف به اصفهان میاره و اون رو در ورودی عمارت عالیقاپو نصب میکنه و برای این اساسه که اسم بنا به قداست این در اشاره داره که حالا معنی کنیم مثلا میشه در مقدس یا در والا مقام. آها، پس این تحلیلایی که از اسم عالیقاپو گفتی ما رو به این درک میرسونه که پشت نامگذار این بنا مقاصد گوناگونی بوده. بله، دقیقاً. سوال بعدی که پیش میاد تاریخچه این عمارته. آیا در زمان صفویه ساخته شده یا قبل از اونها هم بوده؟ ببین، قبل از صفویه در زمان تیموریان یک بنای اینجا بوده، ولی نه به این شکوه و عظمتی که در دوران صفویه بوده. بعد از اون که در زمان صفویان پایتخت از قزوین به اصفهان منتقل میشه و قبل از اینکه تبدیل به کاخ عالیقاپو بشه
به عنوان محل انجام کارهای دولتی انتخاب میشه و سرانجام به امر شاه عباس اول از سال 973 تا 977 هجری به این کاخ زیبا تبدیل میشه و به عنوان دولتخانه حکومتی سلاطین صفوی معین میشه. به همین شکل بوده در زمان شاه عباس اول یا نه تغییر میکنه؟ نه، این کاخ طی 5 مرحله ساخته میشه و جانشینان شاه عباس اول به خصوص شاه عباس دوم و شاه سلیمان بین 70 تا 100 سال ادامه پیدا میکنه و حتی یک کتیبه‌ای هم به خط نستعلیق در زمان شاه سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی هست که تزیینات طبقه سوم که اضافه یا مرمت شده در این کتیبه عنوان شده. طبقه سوم همون طبقه‌ایه که معروف به سالن موسیقیه. خیلی عالی. کلاً با توجه به ویدیو 40 ستونی هم که داشتیم دیدیم که اونجا رو هم شاه عباس اول پای ریزی میکنه و بعد شاه عباس دوم به شکوه میرسونه. یعنی یه جورایی جانشینان شاه عباس نذاشتن که میراثش نابود بشه و حتی با شکوه ترش هم کردن. حالا موردی که مطرح میشه اینه که معماران این بنا یا استادان این کاخی که ساخته شده کیا بودن؟ معماران این بنا اول از اون که یه شخص نبوده، چون همونجور که گفتیم این کاخ طی چند سال و طی چند دوره شکل و ظاهرش تغییر کرده. بنابراین یک گروهی از معماران بودن که روی بنا کار کردن و خب معروف ترینشون استاد علی اکبر اصفهانی بوده که معمار مسجد شاه هم بوده و صد البته که استاد رضا عباسی هم در تزیینات نگارگری و مینیاتوریا نقش داشته. حالا یه قسمتیشو استاد رضا عباسی انجام داده و یه قسمتیش هم نقاشان ایتالیایی که به دعوت شاه عباس واسه نقاشی این کاخ به اصفهان سفر کرده بودن. و یه چیز جالبی که موقع بازدید بهش برخورد کردیم این بود که این کاخ رو از هر طرف که ببینیم تعداد طبقاتش با هم متفاوته. درسته؟ بله دقیقاً. کلاً بنای عالی قاپو حدود 48 متر از سطح زمین ارتفاع داره. حالا این که از هر طرف تعداد طبقاتش فرق داره به همون دلیلیه که قبلا گفتیم، چون توی هر دوره یک ملحقاتی بهش اضافه می شده و حیرت زدگی این موضوع همین جایه که این کاخ رو نمی کوبیدن از نو بسازن، می اومدن با هنر و علمی که داشتن به این کاخ اضافه می کردن. برای همینه که الان از داخل میدان نقش جهان که نگاه کنیم 2 طبقه است، از پشت ساختمان نگاه کنیم 5 طبقه است و اگه از طرفین یعنی سمت چپ و راستش نگاه کنیم 3 طبقه است. و پله های عجیب این کاخ، پله های مارپیچی که داشت یا بین این را پله ها پنجرهای چوبی وجود داشت که خیلی زیبا و قشنگ بودن. دقیقاً این کاخ 3 دستگاه راپله داره که شامل 2 دستگاه پله مارپیچ به صورت قرینه در قسمت غربی ساختمان و 1 دستگاه پله به صورت پلکانی که بین راه هم اتاقهایی بوده جهت انتظار میهمانان. یعنی چجوری بوده؟ تو برخی موارد گفته شده که چون فضای سالن پذیرایی طبقه سوم گنجایش همه افرادو نداشته، می اومدن در بین راه پله ها اتاقهای تعبیه می کردن جهت انتظار میهمانان که به این پله های شاهی هم گفته میشه. و خب جالبه بدونین که این پله ها رو جوری ساختن که هنگام حمله دشمن امکان اینکه مثلا سربازا سپر با خودشون داشته باشن نداره، چون بین دیوارها گیر میکنه و این یک امکانی رو میداده که سربازا از کاخ به درستی دفاع بکنن. و میدان نقش جهان و بازی چوگانش، مخصوصا اینکه شاهان و درباریان صفوی هم در بالکن عالی قاپو به تماشا بودن. بله 100 البته.
در همین کتابی که عرض کردم میگه شاه عباس قبل از ترتیب بازی چوگان اومده بوده و در محوطه وسیع که باغ نقش جهان نامیده میشده روی بنای اولیه عالی قاپو این کاخ رو میسازه که مشرف به میدان چوگان هم بوده و در وهله اول تنها کاری که میخواسته انجام بده ساخت یک میدان با ابهت برای ورزش و سرگرمی های دیگه بوده. سرگرمی هایی مثل آتش بازی که شاه عباس خیلی بهش علاقه داشته و کلا این میدون نقش جهان خیلی مورد تحسین اروپایی‌ها بوده. توماس هربرت میگه بی تردید از فراخترین، دلانگیزترین و معطرترین میدانهای جهانه. در صحبت هامون و همینطور در ویدیو قبلی به نام 40 ستون مبارکترین بنای دنیا نام استاد رضا عباسی رو خیلی زیاد شنیدیم. دلیل اینکه هر جایی با شکوه از اصفهان رو که میریم نام این هنرمند پرآوازه میاد و یا آثار هنریشون وجود داره چیه؟ ببین، رضا عباسی مشهورترین نقاش زمان شاه عباس صفوی بوده و استاد خطاطی و مینیاتوری بوده. چه نقاشی‌هایی که در کاخ 40 ستون دیدیم و چه نقاشی‌هایی که در عالی قاپو و همچنین جای دیگه که در آینده میریم از آثار این استاد بوده. ایشون فرزند مولانا علی اصغر کاشیه که ایشون هم از نقاشان دوره شاه طهماسب یکم و شاه اسماعیل دوم بوده. کلاً در زمان شاه عباس مراودات سیاسی و بازرگانی در دربار از طرف کشورهای اروپایی زیاد بوده. مثلا همونجور که گفتیم نقاشای ایتالیایی زیاد رفت آمد داشتن و از اون طرف یک رقابتی هم بوده با عثمانی ها و همینجور پادشاه گورکانی هند جهانگیرشاه. واسه همین خیلی توجه به هنر و حالا مخصوصا معماری و نقاشی می شده. در این زمان آقا رضا نامی سرآمد همه هنرمندان بوده و شاه عباس میخواسته به خودش منسوبش کنه، واسه همین اونا رضا عباسی نامیدن و کلا این استاد رضا عباسی بوده که سبک اصفهان را شکل داده. از ایوان ستوندار یا همون بالکن کاخم برامون بیشتر توضیح میدی؟ ایوان ستوندار جزء اون مراحل ساخت بعدی کاخ بوده که مشرف میدان نقش جهانه. این ایوان سقف چوبی داره و با نقش و نگارهای بسیار زیبا و ستونهای بزرگ که از چوب درخت چنار استفاده شده و به صورت 8 ضلعی برش خورده. در وسط ایوان یک حوض آب وجود داره که با ورقه‌های مسی پوشیده شده که از طریق لوله‌های مسی آب وارد حوض می شده. ژان شاردن در سفرنامه خودش می نویسه که برای بالا کشیدن آب از پایین به بالا از دستگاه دم و بازدم استفاده می شده و گفته عالی قاپو بزرگترین کاخی است که ممکنه در یک پایتخت وجود داشته باشه. سرانجام این کاخ در 15 دی ماه 1310 با شماره 104 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و در 4 آبان سال 1358 با شماره 115 به ثبت سازمان جهانی یونسکو در اومد. این بود از بازدید ما از کاخ عالی قاپو. امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه. ما رو حمایت کنید، به دوستاتون معرفی کنید و دنبال کنید. تا درودی دیگر، بدرود.